سلام، اینجا دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت زیست‌آزما. من فاضلی، دکترای بیوتکنولوژی با یک کلیپ آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. این ویدیو نحوه انجام کشت بافت گیاهی رو با هم مرور کنیم. ابتدا یک بشر 1 لیتری بر می‌داریم، 800 سی سی آب داخل اون می‌ریزیم و سپس 4.54 گرم محیط MS، 30 گرم ساکاروز و مقداری هورمون و مواد ضد عفونی کننده به اون اضافه می‌کنیم. بهتره که برای همگن شدن محیطمون از همزن مغناطیسی و مگنت استفاده بشه. حالا مقداری آب به بشر اضافه میشه تا حجم کلی اون به 1 لیتر برسه. در نهایت با استفاده از یک pH متر pH محیطمون رو به 5.8 میرسونیم. خب، محیط کشت ما آماده است برای ضد عفونی. به منظور ضد عفونی، محیط کشت باید اتوکلاو بشه. در این مرحله یکی از این دو روش رو بر اساس نوع کشتمون میتونیم انتخاب کنیم. در روش اول، محیط کشتمون رو توی ظروف مخصوص کشت میریزیم و هر کدوم از ظرف‌ها مقداری آگار اضافه میکنیم و سپس ظرف‌ها رو اتوکلاو میکنیم. در روش دوم، کل محیط رو در یک ظرف بزرگ ریخته، مقداری آگار به اون اضافه میکنیم و اتوکلاو میکنیم. در این روش محیط ما کمی نیمه جامد هست.
از پایان مرحله ضد عفونی و اتوکلاو، هود لامینار رو با الکل 70% به طور کامل تمیز و ضد عفونی می‌کنیم. محیط‌ها رو با احتیاط از اتوکلاو خارج کرده و به درون هود انتقال میدیم. ظروفمون رو با اتانول 70% ضد عفونی می‌کنیم و قطعات اضافه گیاه مورد نظر رو جدا کرده و بخش‌های سالم و جوان رو به درون ظروف کشت انتقال میدیم. در روش دوم محیط رو از ظرف اصلی به درون ظروف کشتی که از قبل کاملا ضد عفونی شدن میریزیم و بعد از اون انتقال قطعات گیاه انجام میشه. ممنونم که یه ویدیو دیگه با ما بودین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.